هممون میخوایم خوشحال‌تر زندگی کنیم، ولی کمتر کسی فکر میکنه که معماری همون فضایی که توش نفس میکشیم و میتونه حال ما رو زیر و رو کنه. آلن دوباتن تو کتاب معماری شادمانی به ما میگه چرا یه اتاق ساده میتونه افسرده‌مون کنه و چرا یه فضای روشن و باز مغزمون رو آروم میکنه. سلام، من محمد سیاه‌پوشم و تو این ویدیو 8 اصل حیاتی برای ساختن فضای شاد رو از این کتاب برات میگم. اصولی که میتونه تو اتاقت، محل کارت یا حتی طراحی‌های معماریت اجرا بشه. پس بدون معطلی بریم سراغ کتاب. آلن دوباتن میگه نور طبیعی مهمترین ماده اولیه شادیه. نور فقط روشنایی نیست، ریتم زیستی بدن رو تنظیم میکنه، هورمون شادی آزاد میکنه و حس امنیت میده. فضاهای تاریک مغز رو وارد حالت بقا میکنن. پس هر جا میتونی نور رو باز کن. پنجره بزرگ، نورگیر، پرده روشن و هر چیزی که طراحی رو اصولی تر میکنه. معماری که نور رو میفهمه شادی رو میسازه. فضایی که خیلی بزرگه ما رو کوچیک و مضطرب میکنه. فضایی که خیلی تنگه خفه‌مون میکنه. کتاب میگه بهترین معماری اونیه که اندازش با بدن انسان تنظیم شده. ارتفاع مناسب، فاصله درست و تراکم منطقی. معماری باید برای انسان طراحی بشه، نه برای نمایش قدرت. رنگ‌ها فقط زیبایی نیستن، اثر مستقیم روی سیستم عصبی دارن. رنگ‌های گرم انرژی میدن، رنگ‌های سرد آرامش. معماری شاد یعنی ترکیب دقیق رنگ‌ها با کاربری فضا. اتاق‌ها با طیف آبی، سبز بهتر جواب میده. فضای کار با طیف کرم، زرد. رنگ غلط مساوی با حال بده. تو دیگه نمیتونی حالتو خوب کنی وقتی رنگ‌ها درست نباشه. مغز انسان جای شلوغ رو تهدید میبینه. به هم ریختگی، مسیر پنهان، گوشه‌های تاریک، همه اینها نورونا رو خسته میکنن. فضای شاد یعنی فضای قابل فهم، مسیر روشن، مبلمان مرتب، فرم‌های ساده. هرچی پیچیدگی کمتر باشه، آرامش هم بیشتره. نویسنده تاکید میکنه که انسان بدون حضور عناصر طبیعی از نظر روانی خشک میشه. گیاه، چوب، آب، نور، حتی یه گلدون کوچیک مغز رو وارد حالت آرامش میکنه. مغز با دیدن طبیعت سریعتر بهبود پیدا میکنه و تمرکز میگیره. بهش میگن بیوفیلیک دیزاین. شادمانی فقط حس درونی نیست، از ارتباط میاد. معماری خوب آدما رو کنار هم قرار میده. صندلی‌ها رو روبروی هم، فضای نیمه خصوصی، میزهای اشتراکی، لابی‌های گرم. هر جا ارتباط اجتماعی بیشتر باشه حس رضایت بیشتره. پس بیشتر بهش توجه کن. کتاب میگه فضایی که هویت دارن مثل یه دیوار آجوری قدیمی یا یه نقش سنتی یا حتی یه شی آشنا باعث حس امنیت و تعلق میشن. معماری بی هویت مغز رو سرد میکنه، ولی معماری با خاطره روح میده. شادمانی همیشه با سادگی گره خورده. فضای شلوغ پر از زرق و برق و فرم‌های بی‌دلیل مغز رو کامل خسته میکنه. نویسنده یه جای دیگه میاد میگه که چی؟ میگه هر چیزی که دلیل نداره حذفش کن. معماری شاد معماری مینیمال نیست، معماری منطقیه. معماری شادمانی فقط درباره زیبایی نیست. این کتاب میگه شادی ساخته نمیشه، طراحی میشه. با نور درست، رنگ‌های آگاهانه، طبیعت، مقیاس انسانی و سادگی. اگر کار معماری میکنی یا دنبال بهتر شدن فضای زندگی هستی، این اصول میتونن حال روزمرت رو عوض کنن. و در آخر اینکه خوشحال میشم کانال ما رو لایک، سابسکرایب و دنبال کنی، چون هر هفته قرار کلی چیزای جدید با هم یاد بگیریم. پس تا هفته دیگه با یک کتاب دیگه به خدا میسپارم. دوست معمار من.